به 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 آقا خیلی خوش اومدین به کانال محول داداش و خواهرای گلم. این دفعه اومدین سر وقت تاجیکستان دوباره یه موزیک فان دیگه، یه موزیک جالب دیگه از تاجیکستان. ما بابی مورگان یا بابی مورگان رو بررسی کردیم با هم دیگه، شد رفیق من. یعنی اینجوری بود که با هم دیگه خیلی زود رفیق شدیم با بابی و ازش ویدیو گذاشتیم. شما خوشتون اومد از ویدیو و شده رفیق من. بعد داریم خلاصه رو بابی داریم میریم جلو. این دفعه اومدیم سر وقت یه موزیک ویدیویی که اینجا نوشته دوست مراد شریپاو. حالا شریپاو نمیدونم داستانش دوست مراد، ولی مثل اینکه اینم یه موزیک فانه. گفتیم بیایم موزیکای فان رو با هم دیگه بررسی کنیم. بچه حتما موزیکای این مدلی، موزیکایی که جالبن، خنده دارن، فانن، حتما داخل کامنت ها واسه من لینکشون رو واسم کامنت کنیم و من میبینم حتما، و اینکه با هم دیگه گوش میدیم و بررسی میکنیم و با هم دیگه کیف میکنیم و میخندیم. بریم سر وقت این ویدیو. آقا نظرتونه؟ لایک و کامنت ها بچه یادتون نره. بریم واسه 3000 تایی شدن و اتفاقای خفن. بریم. الو بچه‌ام تست خونه بیا. اینجا اتاق بیا بخیز بفهمیم که بیا تست. چی شده؟ اسمش چی بود؟ دوست مراده. صبر کنید عزیزم. دوست مراد کدومشونه؟ پیرمرد است یا این پسره؟ چه ملودی داره. تو زنده ای؟ تو زنده ای؟ اوه صبر کن، مرده بوده؟ مردگی نیستی؟ نه و تو مرده بودی کو؟ ما یا شوخی کدوم بعد در زن میگیری کیه؟ نه ما باور نمیکنم. رفته زن گرفته. بهش گفته مرده بود و رفته زن گرفته. ما شاهد دارم. اینا شاهدی ما. من شاهدم. شوهرشه. این همی دختر مرا $100 داد، من خونونا ویرون کردم. بعد میرا مرده برآوردم. اکی دکتر نخود تو هم خیلی کنیا؟ آخه $100 کسی بتا آدم بسیار کار میکنه. بعد با یکنش موتر سنج ده. چی گفت؟ بهش پول داده شوهرش شده. چی گفت؟ هم خیلی میسنجی اکی دکتر. ما بسیار خیلی کارو کت میسنجیم. بسیار چی میسنجیم. داره خندش میگه. اوه 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 اوه. این کیه؟ این پیرمرده از کجا اومد؟ این چه کارش بود؟ رفا جانمه بتن تانمه جنگ سر نکن تو آرام ش جانمه تو و تو اینقدر با ترسی دستی. اوه 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 اوه. آقا اینا همین جوری است. الان 2 تا دختر اومدن، این با اون ازدواج کرده، بعد این گفته من مردم. اوه اوه از این سناریو. ای ترسایی جون تا با لرزی دستی. هر کار چی ای با شوهری ما چی میکوی تو در ای خانه ای ما چی تری خانه و چی تری شوی تو ای شوهری ما اوه اوه اوه. ای با چی میگوی تو ای شوهری ما ای با چی میگوی تو. الان اینجا خونه شونه؟ اینا میگه تو خیابون نبودن. زنی یکم برای کاری خانه، زنی دویم برای پیش آینه، زنی یکم میگه خانه یا چم ببر، زنی دویم میگه مرا بازار ببر. اوه اوه آقا خیلی خیلی اوضاع موزیک ویدیو خرابه. کوپش درات تز مردکی خانه همه کارای خانه باخچان دمانه. هی کجا درو ایتا رکیشی دستی. اینا پیش هم دیگه دارن زندگی میکنن، یعنی 2 تا خانم با هم دیگه دارن با شوهر زندگی میکنن. آقا چقدر سخت. ما هم بازار میرم منی ما بستی. ما هم بازار میرم منی ما بستی.
دعوا میکنن. خدا چی کنم مقطعی و گرفتار شده‌ام درد زدن مش زدن تو صورتش. تبالا تلاشان کار کنه کسی زن میگیره اگر مردن خواهد تا زن بگیره. وای خدا، میگه اگه کسی عقلش کار میکنه کسی زن نگیره. مکی دیدم اینا شده‌ام پشیمون تو کی ندیده‌ای مونده‌ای در آرمان. مکی دیدم اینا شده‌ام پشیمون تو کی ندیده‌ای مونده‌ای در آرمان. ای همه ده خوب بود همو بزنیمون. داشت خواب توهم بود پشمام. در خواب بودن در خیال بودن قریب مرا قطیش می بود بیمو برام میگه چیه؟ تو گنگو چی نگتا؟ تو چی زب کده ای تمو؟ تو چه خونی و چه تای زب میکنی؟ ولی اگه تا خبزر چیه؟ نمیه ای بچه ها متاسم داده همجا بود شما بتاسم. خب آقا این همین بود آقا. خیلی بال بود، خیلی بامزه بود. دوست مراد، از دوست مراد بازم میریم 100%. آقا دوست مراد خیلی حتما از دوست مراد موزیکاشو واسه من کامنت کنین. حتما دوست مراد میریم. آجی خیلی خندیدم، اصلا خیلی خفن بود دوست مراد. آجی دمش گرم. من که تجربه دارم میگم 2 تا زن نگین. آجی خیلی خفن بود. دمش گرم. دم شما گرم که تا انتهای ویدیو با هم بودیم. بچه‌ها لایک و کامنت صاحب همچنان یادتون نره. میریم واسه 3000 تایی شدن. بازم میگم حتما از دوست مراد واسه من کامنت کنین که اتفاقی خفن بیفته. بچه‌ها دمتون گرم. با اینکه فعلا